سلام به همه دوستان، حالتون چطوره؟ من هلنا هستم و خیلی خوشم. نه جدی باشه دلم مسخره. من مهدی هستم و خیلی خوش اومدید به ویدیو امروز. بچه‌ها قضیه هلنا چیه؟ بذارید همین الان بهتون بگم. بچه‌ها من چند روزی هست که داخل بازی اسممو گذاشتم هلنا و خیلی رندوم بود. اومدم داخل بازی و گفتم آقا بذار اسم دختر بزنم، شاید یه کانتنت یه ویدیویی تونستیم دراریم ازش یا تونستیم پلیرها رو بزنیم. کلا همینجوری خیلی رندوم بود. و بچه‌ها امروز خوردم من به یه اسکوادی که کلا اینا بچا دنبال من بودن داخل بازی، یعنی فهمیده بودن که حالا اسمم هلنا، حالا دیگه نمیرسن دخترم چون اصلا وایس بازی نمیکنم. ببین اینجا بچا اینو ببین، آقا تک به دو رو به عشق. همین یارو پافیله رو بچا هی افتاده بود دنبال من با اسکوادش، اینا رو چند بار تو طول بازی زدم و کلا میگم یه وایب خیلی جالبی داره. اسم دختر گذاشتم و خب خیلی مرموزه یا یه حالتیه دیگه، کسی نمیدونه مثلا آقا واقعا دختر یا پسره، ولی خب اصولا کسی همه اسم آقا اسم دیگه مهم نیست، ما گذاشتیم فقط برای فان و سرگرمیش. این یه موضوع. و اینکه بچه یه موضوع دیگه هم بگم. امروز خودم تازه فهمیدم، نمیدونم بوده یا نه، زیاد دقت نکردم. ببین بچه یه مود جدیدی اومده تو بازی که کلا بچه همه پلیرن، میری داخل گیم لود اوت اصلا میچینی که با چگانی بازی کنی. ببین عشق کن. بازم زدم. آره داشتم میگفتم بچه ببینید یه مود جدیدی اومده خیلی باحاله. کلا بچه همه پلیرن، اینطوری که بکشنت باز ریوایو میشی بعد مثلا تقریبا فکر کنم 20 ثانیه اینا، و لودات رو انتخاب میکنی قبل از پرواز که چی کار کنی. و کلا خیلی گیم چیزه، خیلی مود باحالیه. اونم بچه میخوام یه گیم پلی خیلی خفن بگیرم براتون، چون دیگه ببین همشون پلیرن. نگاه کن آجی چقدر اینو زدم. میگم بچه این اصلا کلا دنبال من بود، ببینم چی دیده بود تو با به خدا اسم دختر گذاشتم داشت پسرم. کلا اینجا میومد دنبال من این طرف که منو پیدا کنه، منم هر بار هی میزدم. و اینکه آره یه گیم پلی خیلی خفن با اونم میگیرم. ببین دیگه توش بات نیست دیگه، همه پلیر نگاه مثلا کاسوروم راحت همه رو میزنی. اینجا هم که بچه ببین اینجا مثلا پلیر میاد تو روتون بعد دیو میره اونور، نرید دنبالش، واقعا چیز اتلاف وقت. این رو مثلا میره چه بدونم ریلود میکنه، اون طرف میره هیل میکنه و دوباره میاد میزنه، اصلا ولش کن. اینجا اصلا اتلاف وقت بخواید وایسید. ولی آره خلاصه حالا بچه اون مپ هم تست بزنید، به نظرم خیلی باحاله، واقعا مپ جالب. و حالا من نفهمیدم سی بهت میده، یعنی اصلا میری تو شروع بازی آخرش که برنده بشی یه چند تا پوینت بهت میده به نام سی. حالا دقیقا نمیدونم چیه قضیهش، ولی ما همینجوری صبح رفتیم دست زدیم و اینا. و اینکه خلاصه یه موضوع دیگه هم هست بچه ها، موزیک جدید دادم، برید گوشش بدید تو چنل اصلیمه، همون چنل اینجا رو باش تو اسم. بچه آهنگم تو چنل اصلیمه، همون انفورشتیوان. بچه این چنل گیمینگ همه، حالا اگه اینم گفتم بگم، حالا لینک هم موزیکه رو هم چنلم رو میذارم داخل دیسکریپشن، حتما بچه اونجا هم سر بزنید، اونجا هم ساب داشته باشید. به هر حال آهنگ و اینا میذارم، یک گوشی به لذتی ببرید. ببین بچه خوبی ام جی 42 اینا، حالا این لجندش هم بچه 24 ساعته میده. من 24 ساعت رو گرفتم، گفتم آقا بذار یه گیم پلی باش بگیریم ببینیم چه جوریه. اگه ویدیو ام جی 42 رو ندیدی بچه ویدیو قبلی نگاه کن، ببین اصلا عشق و حال کلا این گان، این مسلسل میگیری روی یارو ایمبات خالص نگاه کن. هر کی میاد بچه، هر کی میاد موبینا، فرض کن هلنا موبینا رو بزنه. خیلی سمبول این ویدیو، ولی آره اگه ندیدش بچه برید ببینید. ویدیو قبلی نه قبلیش بهترین گان این سیزن بود فکر کنم، چه یادم میره. اونو بچه نگاه کنید. ام جی 42 رو توضیح دادم چیکار کنید باش و چه حرکتایی بزنید، اونم گیم پلی خفنی بود. بذارید اینجا که حالا بحث اسم و هلنا و این داستان ها، بذارید توضیح بدم هلنا رو دقیقا. بچه امروز حالا ویدیوشو نگرفتم چون بچه من خیلی ویدیو رکورد میکنم، یعنی فقط میخوام مثلا گیم پلی خوب بگیرم، اونایی که خوبه رو میذارم برای یوتیوب، اونایی که مثلا کمتر پلیر زدم بیشتر باتم نمیذارم، مثلا یکم حافظم زیاد بود دیگه مثلا رکوردش نکردم.
خوردیم به اسکواد عرب. بچه هم دختر بودن هم پسر. بچه اینا رو نگاه کن. موبینا برو خونتون. اسکواد اینا رو بچه من با اودن زدم. اینجام لو دادم موضوعی که ویدیو ها رو. اودن بچه یه گیم پلی خیلی خفن ایشالله باش میگیرم میذارم براتون. یه اتچمنت بچه برای اودن چیدم 2 تا شات کلن 2 تا. تو بگیری رو یارو زدیش. اسکواد اینا رو بچه یه دور زدم یکیشون زنده مون رفتم. بعد یارو پسره گفت ماشاءالله ماشاءالله. یارو عرب بود. بعد چیز شد چی بهش میگم حواسم پرت این گیم شد. بعد یه دخترم باشون بود آخر گیم تو همین آلکاتراز. دخترم زدم کلا اینا رو اسکوادشون رو زدیم. بعد دختره گفتش که هلنا فلان بیسا یه چیزی گفت دیگه نفهمیدم ولی حالا نمیدونم فهمیده یا نه. کلا میگم اسمم دیگه میخوام اینو بچه جهانیش کنیم ترندش کنیم هلنا رو دیگه معروف بشه. هر سری آقا اصلا میخوام یه حرکتی بزنم بچه. هر سری میخوام اسم یه دختر بذارم تو گیم. به نظرم خیلی جالب میشه اینجوری. میگم باحال دیگه میری ایسکا میکنی. صدای دخترم نمیتونم درم. وای اگه درم چه کانتنت زشتیه. واقعا خجالت بابا. ولی خب حالا یه کاریش میکنیم. یه ایده دیگه هم به سرم زده حالا لوش نمیدم با همین اسم هلنا و این داستان. یعنی هلنا پارت 2 دیگه. همین چیزی واسهتون بچا قرار بگیرم. عشق کنید دیگه. میگم یه چیزی زده به سرم خیلی باحاله. اینجا هم که ببین موومنت تو حفظ کنی همینه. بعد نمیدونم داستان بیوای چیه. خیلی ضعیفه یعنی اصلا خیلی ضعیف شد. نمیدونم چرا تمام گانا اول سیزن خوب بودن الان خیلی ضعیف شدن. ببین اصلا انگار مثلا دمپای ابریه آجی. یعنی میگم دمیج اون بیشتر از اینه. خیلی ضعیفه. نمیدونم واقعا برای چیه داستانش. بابا بیا پایین موبینا. ببین اسکواد همینا بودن و بچه این موبینا همون چیز بوده همون پافیله که چند بار زدم. اینجا خودم نظر نگاه کن. ببین کلا میگم اسکواد اینا موبینا دنبال من پافیل دنبال من اون آی آر همون که اسمی زش بود اون دنباله. کلا میگم تو این بازی دنبال من بودم ولی خب داش با دوم شیر بازی نکن. خیلی خوب بود این گیم واقعا لذت بیشتر خریدم. اینو نگاه کن تو رو قرآن اینو نگاه کن. وای حاجی یعنی این کمپرا میگم آلکاتراز اینشه که بده. اینجا هم بچه بالاخره یکی زد ما رو. حتما نمیدونم این تو اسکواد اونا بود یا نه ولی کلا میگم کل بازی و مخت خودم کرده بودم افتاده بودن دنبالم و کلا میگم گیم عجیبیه. خیلی گیم عجیبیه ولی واقعا لذت بردم. یه موضوعی هم بچه من یادم رفت اتچمنت چیزو بهتون بدم و ام جی شب بابا بکش بیرون این ام جی 42 نه جدی حالا ولی میخواستم یه اتچمنت بهتون بدم سر ویدیو قبل. به اصلا کلا حالت عادیش خیلی قوی میزنه. یه اتچمنت خوبم بذاری خیلی خوب میشه. حالا من بچه چیدم بازی نکردم درست مثلا گیرم نمیرسم بیشتر طمع میکنم مثلا کیارم مردانم یه همچین چیزی. سر ویدیو قبلی هم یادم رفت اتچمنت کیارم بذارم ولی کلا ویدیو خیلی جالبیه. چنل ما خیلی خوبه. بعد خلاصه اینکه بچه ها حتما چنل رو سابسکرایب کنید ویدیو رو لایک کنید زنگوله بغلش هم بزنید که موقع ویدیو آپلود کردم در جریان قرار بگیرید. من که بچه ها پیج اینستاگرام گیمینگ هم زدم اینم تک به 2 بود دیگه حالا نتونستم بلش اصلا مهم نیست ما داریم توضیح میدیم. یه دقیقه بلم اینجا انتقام گرفتم ببین کینه بدلی. نه ولی کجا بودم وای چقدر حرف زدم. بچه پیج اینستاگرام من فالو کنید پیج هم گیمینگ و بچه هم پیج اصلیمو. اصلا نمیتونم توضیح بدم انقدر محو گیم پلی خودم میشم نمیتونم توضیح بدم. آره جفتشو میذارم لینکشو براتون آیدی و عکس ایناشم میذارم همینجا ببینید دیگه برید بزنید فالو کنید عشق بدید دیگه به داشتون دیگه. هر روزم بچه اونجا پست میذارم میخوام پیج گیمینگو تقریبا اگه بشه هر روز یا هفته مثلا چند بار پست بذارم اونجا خیلی دوست دارم. اینجا هم بیاد بالا اینجا رو ببین بوم بدو خونتون داش اینم چند بار زدم و این یارو هم میگم به خدا هلناس به خدا یک اسم اینقدر درگیر نشید. اینجا بچه رسیدیم به آخره گیم پلی. اینجا ببین اینجا یارمو زد اینجا یه وست زدم اینم اینجا زدم
بعد اینا رو دیگه فرستادیم رفتم. بعد بچه پلیر آخر من فکر کردم که چیزه، فکر کردم پلیره نگو بات بود. یعنی اینجا من فکر میکردم یارو مثلا اگه مثلا میدونستم بات همونو میرفتم پایین. هی اینجا فاز گرفته بودم. ببین بعد آخه حرکات این بات هم عجیبه. نه آقا چجوری رو به بالا نگاه میکنی من نمیفهمم. اینجا یه نید انداختم دیدم با فهمیدم آره با این باته. اومدم اینجا و این تیرم نخو اینم نمیدونم چرا ولی اینو فرستادیم رفتن خونه‌شون. خلاص بچه‌ها مراقب خودتون باشید. میبینمتون فعلا. خدا نگهدار.